الان تو چیزی بلدی از درسات؟ بله. مثلا چی بلدی از درس؟ یه شعر بلدم، اونم از اول یادم. میتونی برام بخونی اون شعر؟ اون نه 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 اوکی اون نه نه اون نه نه اون نه نه نه. یه شعر از کتاب ادبیاتتون برام بخون. هی آبادی مستون برج بلند تو برج هوایی بود، پوچی هرچه بخوایی بود، بین این همه ماهی معصوم که رود تو خوش مگه سرخ مگه این سرخ. تو کتاب ادبیاتتونه؟ بله بله. ادبیات رپ. سارنا و بهرام. درس بخونی بهتر نیست کلا؟ بله. خب چرا نمیخونی؟ میخونم. چی الان درسات چی بلدی؟ چی؟ فارسی، علوم، ریاضی بپرسی هستم. ریاضی بپرسم؟ بله. 7 9 تا. قاطی کردم. چی آخه میپرسی الان؟ وسط چی؟ خب دروس حفظی چطوره؟ خیلی خوبه. تو یه روز 100 بیت شعر رو حفظ میکنم. حالا میتونی برام بخونی چیزی؟ نه 2 روزه یادم میره. فکر نمی‌کنی آیندهت خراب میشه اگه درس نخونی؟ نه تو خودت این همه درس خوندی، الان شدی این مجری این همه مسخره بازی. جاش انقدر درس خونده بودی یه مکانیکی میشدی، حداقل پولدار شده بودی.